اگه ایران از گروهش تو جام جهانی صعود کنه چی میشه؟ خبر رسمی میاد. ایران با یه برد حساس از گروهش صعود کرد. از همون لحظه خیابونا از شمال تهران تا جنوب بندرعباس یک صدا میشن. بوق ماشینا، پرچم‌ها، اشک شوق و ویدیوهایی که تو چند دقیقه جهانی میشه. تو نگاه فوتبالی چی میشه؟ برند بازیکن‌های ایرانی تو فوتبال اروپا چند برابر میشه. استعدادهای جوان پیشنهادهای واقعی میگیرن. باشگاه‌های بزرگتر دنبال بازیکن‌های ایرانی میافتن و لیگ ایران ناگهان به ویترین تبدیل میشه. تو کوچه، تو مغازه، تو کارخونه برای چند روز مردم کمتر به گرونی، کمتر به دعواهای سیاسی و کمتر به ناامیدی فکر میکنن. قهوه خونه‌ها و کافه ها پر میشن، خانواده‌ها کنار هم بازی میبینن و حس با هم بودن بدون شعار برمیگرده. تو سطح رسانه‌ای چی؟ تصاویر شادی مردم ایران دوباره تیتر اول دنیا میشه. تو دنیایی پر از تصویر جنگ و بحران، این شادی جمعی روایت تازه‌ای از ایران میسازه. کشوری که میتونه کنار هم شادی کنه. در ادامه تورنمنت دیگه تیم‌های ایران رو حذف شده احتمالی نمیبینن. اعتماد به نفس تیم بالا میره و هر مسابقه تبدیل به رویداد ملی میشه. برای اولین بار فوتبال فقط فوتبال نیست، بهونه‌ای برای نفس کشیدن یک ملت میشه. آخرش چی؟ حتی اگه بعدش ببازیم، اون چند روز شادی، چند روز همدلی، چند روز طلایی که ما دوباره معنی پیدا میکنه، چیزی نیست که حذفش کنیم. صعود شاید قهرمانی نباشه، اما میتونه به اندازه یک جام روی روح مردم ما اثر بذاره. به نظرت صعود تیم ملی از گروهش تو روحیه چقدر اثرگذاره؟